سلام به همه دوستان کانال دوپامین فارسی. امروز قراره با هم به تماشای جذابترین و دیوانه‌وارترین لحظات تاریخ ورزش بشینیم. لحظاتی که باورشون سخته اما واقعی هستن. پس آماده باشید چون قراره شگفت زده بشید. توی این مسابقه شمشیربازی دو ورزشکار به دلیل مصدومیت یکی از اونها از زانو بازی رو متوقف کردن و با رفتار مهربانانه و ورزشکارانشون همه رو تحت تاثیر قرار دادن. یه ورزشکار که با یه فشار نهایی تونست از همه جلو بزنه و جایگاه اول رو جشن بگیره، مثل اینکه فرصت طلایی معنای واقعی پیدا کرد. بازیکنای هاکی که درگیر شدن اما به جای مشت و دعوا یه لحظه اینجا بوسه بود. در لحظه‌ای پر از خشم اورتیز در واکنش به یه برخورد بعد با مشتای حسابی کارو تموم کرد. این دریافت کننده فوتبال آمریکایی به شدت با ضربه کلا به کلا نقشه بر زمین شد. انگار قوانین بازی رو گذاشتن کنار. و حالا برخورد بزرگ در مسابقه اتومبیل رانی. این یکی رو حتما باید دید. تو بدمینتون یه حرکت هوشمندانه که راکت درست در مکان مناسب قرار گرفت و امتیاز رو به دست آورد. این لحظه واقعا شگفت انگیزه. تو مسابقه دوبل بدمینتون دو ورزشکار با تمام توانشون بازی میکنن و نشون میدن که این ورزش چقدر به مهارت نیاز داره. پرش 2 متری و غرق شدن توی سبد بسکتبال. بله، اینجا همه چیز به زیبایی اتفاق افتاد. تو جو در منطقه میانی زمین به شدت زمین خورد، طوری که حتی برای ایستادن هم به کمک نیاز داشت. بازیکن بسکتبالی که تقریباً توپو داشت اما در عوض یه لحظه خنده‌دار برای خودش ساخت. تو فوتبال یه حرکت نمایشی بد و دریافت کارت قرمز. انگار بازیگری هم بخشی از ورزشه. بازیکنی که در نزدیکی گل به توپ ضربه میزنه و به اشتباه حریف رو با یه لگد از پا در میاره. یه رایله شگفت‌انگیز توی تنیس روی میز که حتی یه ضربه پشت سر هم به نمایش گذاشت. و یه لحظه جادویی دیگه اون از مقام سوم شروع کرد، اما از شدت خستگی زمین خورد و برای رسیدن به خط پایان روی زمین خزید.
no, I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 no. دوچرخه سوار باهوشی که راه خودش رو از میون جمعیت باز کرد و در مقابل رقبا جلو افتاد. البته یکی از رقبای این حرکت رو بی جواب نذاشت. You'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. یه مشت سرراست قدرتمند که حریف رو مثل یک کیسه سیب زمینی به زمین انداخت. تایگر وودز، این مرد اصلا نمیدونه چطور خطا کنه. شوتش بی نقص بود. Maybe someday you'll have it your way. شیرجه زنی که اشتباه کرد و از تخته پرش به طور غیرمنتظری پرتاب شد، واقعا لحظه‌ای که همه رو بهت زده کرد. این دو ورزشکار وسط مبارزه چنان رفتار دوستانه‌ای با هم داشتن که حتی محافظ دهان یکی از اون‌ها رو جا انداختن. این حرکت کاملا واضح بود. کشیدن مو و بازی ناجوانمردانه. انگار قوانین برای بعضیا معنایی نداره. و در نهایت دفاعی که تمام تلاشش رو برای بلاک کردن توپ کرد، اما حتی نتونست سر پا بمونه. خب دوستان، این هم از لحظات باور نکردنی امروز. کدوم صحنه بیشتر شما رو شگفت زده کرد؟ حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. یادتون نره کانال دوپامین فارسی رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. شاد باشید.